پس سفر خیلی کمک میکنه. منتج به کی؟ به اونی که اصلا اساسا با عینک مردمی رفته تو میدان، نه اونی که از قبل تصمیمش رو گرفته با کارشناسای بیرونی جنبندیشو کرده. آقا میره پروژه‌ام مسببا بود، ولی تو میدان همون هم تغییر میداد. وقتی فهم آرای عمومی رو پیدا میکرد، مردم غالب میشه نظرش. ضمن اینکه مثلا خیلی وقت مدیراشو همونجا ارزیابی میکرد، به شدت میفهمید مدیر راه به مردم نمیده، عصبانی میشه. همین جاها که اینقدر ما آدم اخلاقی و آدم ارشاد که خوش اخلاق و اینها میبینیم، تو همین مسئله اینو خط قرمزش این شده بود سر این ارزیابی مردم شاکی باشن از عملکرد این مدیر و همونجا دستور مثلا برخی از دستور. ما تو چند تا استان داشتیم که بعد سفر آجاها چند نفر جابجا شدن، منتج با شیوه اخلاقی نه سر صدا کنه، آبروی اشخاص رو ببره. یکی از مشاورینشون در یه جایی من باشون صحبت می‌کردم، گفتن که در یه تصمیم گیری ما بهشون گفتیم که آقا اگر این کار انجام بشه احتمال ریزش آرا در انتخابات آینده است و ایشون از ما سوال کردن که به نفع مردم هست انجام این کار و ما گفتیم بله. گفت پس اون ریزش آرا رو فراموش کنید، کار رو انجام بدید. شما هم همچین خاطراتی؟ بله، مثلا یکی از دوستان چند هفته پیش سری ماجرا گفتن آقا سال دیگه باید رأی بیاری، فرمودین شرکه این حرفو نزن. آقا نظر مردم خودش تو دولت دنبال دور دوم نبودن، فقط مردم اصلا این حرفا رو بازی میدونست، چون اون توحیده. پشت میز دولت که میشه فکر می‌کرد یکی از مردم رأی آورده، حالا امروز نشسته پشت دولت نگاه می‌کرد میگفت آقا این بطری آب ما روزی که کار تحویل گرفتیم 2500 تومان بود. آقای بهادر جهرمی تعریف کرد. امروز مثلا شده 3200. اینو براش آنالیز می‌کرد. گفت این تصمیمی که الان وزیر الف با وزیر ب بحث کردی تو هیئت مباحث شد، برنامه بود جمعه نظر داد باشه. این رو سفره مردم چه اتفاقی میفته؟ ما کاران چند میشه بعد از این اتفاق؟ پنیر چه قیمتی پیدا می‌کنه؟ تخم مرغ چه؟ اون سبد اولیه مردم. مسئلهش این بود، جانبداری از مردم.